علیپور چرا و در مقابل کی سلا برداشت؟ علیپور در مقابل جلیس هزاران هزاره گردنش بریده شد. شما شاهد بودین که هر یک بار در سقوط تبدیل شده بود. اگر علیپور دستگیر شود با علیپور چی شود؟ چیزی که با طالبان شد در گردنش گل انداخته شد. چرا هلیکوپتر حکومت براکت زد؟ وقتی که از بالا سرت بم انداخته شد تو از زیر سرش گل پاش نمیدی. چه کسی به دنبال هزاره کشی است؟ برای کسی اجازه هم نمیده که کس هزاره رو بکشه. هزاره و هزاره زمان عبدالرحمن خان نیست. اگر خدای نخواسته جرقه آتش بلند شود کابل دیگه نویران میشه. دیگه نه ارگ وجود داره، نه اردوی وجود داره، نه پلیس. سلام می جنگ. مگر وقتی که اونا با سلا بالای ما آمد ما هم با سلا سلا بجنگیم. دارین؟ پیدا میکنیم. از کجا؟ این شهر کابل مرا پیسه که برای سلا بخرم. از خود زمینا بخرم. کی از فروشنده؟ فروشنده هم نیست به زنا سلا جلاب هستن کسایی که سلا گرفتن. باز به شما میشه نفروشن. میفروشن. علیپور چرا و در مقابل کی